اینجا کسی ولی پدروی آمدیم بس دادم درش خیلی یک گپ جالب بود. نرو اینجا خیلی ترسناک. گفتم چطور خیلی از روز روشن کرد سرس نمیکنم. مگه نه اینجا قبلا یک نفر کشت بعد از او هر کس که اینجا موره ترس مخوره چیزایی میگه. من گفتم در چیزا اعتقاد نداره باور نمونم باز گفت نرو مار سمی چیزا زیاده. خب یک بهانه میگم که نیم داخل بس هم مردم محلی همینجی کدام چیزی نبود باز راست باز ما آمادم داخل بهش بینگرنیم کدام چیز بینگرنی یا نه ولی هیچ کسی نیه. یک سر صدا میگه دیگه خلاص دیگه چیزی نیه ولی واقعا جای سرسبزیه دیگه. اینجا آدم اگر دو سه نفر باشه شاو به سعی کنه میگه با وقت داره خود نگرشم در چیزا باور نداره. یک وقت در منطقه مردم فلانی جای بلا پیدا شده نری بعد از چند وقت ما رو سعی میکرد که اونجا کنده یا گنشو بور کده یا معدن بوده یا یک چیز دیگه حالا شاید اینجا یک دستانهای خود خرا داشته باشه شاید مردم اینجا کدام چیز دیده باشه حالا آدم نمیتونه بگه دروغه بهش بریم سعی کنیم که چیه هسته حالا نمیدونم یعنی علامت هم زده ده اینجا به نظرم که همین نشانه خطر باشه بعد از این رقم مخروبه شده هیچ کسی نیه داخل از شاید هم بگفتهشون مردم اینجا میگه اینجا قتل شده بعد از او اینجا را گرفته بسته کرده بعد از او مردم اینجا ترس میخواه که به ما که چیزی ندیدیم چون روز هم هسته اگر آدم زیاد چی باشه شاو بیر سعی کنه داستان اینجا چی رقم گواه قد داره یا نه